سفر غزال عنایت به کابل و دیدار وی با طالبان. نشر تازه ترین تصاویر غزال عنایت که اصلا باورتان نمی شود. دلیل سفر غزال عنایت به افغانستان چی بوده است و دلیل نشر این تصاویر غزال عنایت در صفحات مجازی چی بوده است؟ من در این ویدیو پیرامون حقایق این ماجرا خواهم پرداخت. پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام و سلامتی ایام به کامتان باد. شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای جذاب کانال دنیا اینفو. برای دوست شدن با این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید تا از ویدیوهای دیگر کانال دنیا اینفو هم آگاه شوید. غزال عنایت هنرمند خوش صدای افغان از ولایت زیبای لغمان در یک خانواده با علم و دانش دیده به جهان گشود. تحصیلات دوره لیسه و دانشگاه را در ولایت کابل به اتمام رسانید. از پدر و مادر اصالتا پشتون به دنیا آمده است. غزال عنایت کارهای هنری خود را بیشتر از یک دهه می شود برای دوستداران هنرش تا کنون ادامه داده است. غزال عنایت آهنگ‌های بیشماری به زبان شیرین پشتو سروده است و استعداد خاصی در گویندگی برنامه‌های مختلف تلویزیونی دارد. غزال عنایت در کشور کانادا زندگی می کند ولی به خاطر کارهای هنریش سفرهای متعددی به ترکیه، دبی و تاجیکستان داشته است. 2 روز قبل غزال عنایت در صفحه اینستاگرامش متن بابت سفر دوباره وی به افغانستان نوشته بود. دوستداران و طرفداران غزال عنایت این کار وی را انتقاد و در ضمن بعضی دیگر حمایت کرده است. ولی داستان چیز دیگری بوده است. غزال عنایت به افغانستان سفر نکرده است، فقط یک شوخی در اول اپریل با دوستان و طرفداران هنرش انجام داده بود. غزال عنایت در صدد نشر تازه ترین آهنگهایش برای عید سعید فطر می باشد. من آرزوی موفقیت، سعادت و کامیابی برای این هنرمند از بارگاه عزت لایزال تمنا دارم. دوستداران و همراهان همیشگی هم شما هم نظریات نیکتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. این ویدیو را با علاقه‌مندان و طرفداران غزال عنایت به اشتراک بگذارید. اگر تا هنوز عضو کانال دنیا اینفو نشدید پس برای عضویت با این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید. صحت و سلامتی برای شما نازنینان از بارگاه عزت لایزال تمنا دارم. تا درودی دیگر امیتان را به لای منان سپرده موفق و کامگار باشید.